بعد 3 روز اعتراض 10 نفر از تاجران بازار شاه منصور معروف به بازار زلیانی در دوشنبه، رئیس شهر محمد سعید عبیداللهیف با تاجران ملاقات کرده است. او روز 28 اپریل گفته است بازار شاه منصور از اول جای فروش مواد غذایی و سبزیجات بود، از این رو باید دکان‌های فروش لباس و اسباب روزگار بسته شوند. بازار شاه منصور از بازارهای معروف و از سرادم پایتخت تاجیکستان است. روز 25 اپریل دستور برای بستن دکان‌های فروش لباس و اسباب روزگار مایه اعتراض 10 تاجر این بازار شد. صحبت برنامه امروزه با همکارم عبدالله اشور در همین باره است. عبدالله، تاجران بازار شاه منصور در باره ملاقاتشان با رئیس شهر چی گفتند؟ بله طاهر، تاجران امروز با شهردار دوشنبه محمد سعید عبیداللهیف در بازار شاه منصور ملاقات داشتند و تاجران اصلا با شهردار دوشنبه 2 مسئله مهمشان را مطرح کردند. یکی این که تاجران گفتند برای بسته شدن دکان‌هایشان یک فرصت معین داده شود تا آن بارو محصولات‌هایی که در این دکان‌ها داشتند تاجران بفروشند و بالاخره فعالیتشان را در این بازار قطع کنند. اما شهردار دوشنبه گفته است این پیشنهاد آنها قابل قبول نیست، چون که مقامات شهر دوشنبه هنوز نیم سال قبل به تاجرانی که در بازار شاه منصور مواد غیر غذایی تجارت می‌کردند هشدار داده بودند یا که مواد غذایی فروشند و یا فعالیتشان را در این بازار قطع کنند و به دیگر بازارهای پایتخت کوچ ببندند. همچنین تاجران برای شهر دوشنبه در مورد قرضدار بودنشان از بانک‌های تجارتی هم شکایت کردند، اما رئیس شهر گفته است این مسئله خیلی جزئی است و به خود تاجران علاهیده مربوط است، نه به مقامات شهر دوشنبه. و خود تاجران چی میگویند؟ کوچیدن از بازار شاه منصور به جای دیگر به تجارتشان تأثیر منفی نمیگذارد؟ تاجران میگویند که آنها بسیار باوری داشتند که تا سال 2018 هم آنها حداقل در این بازار سودا خواهند کرد و درآمد میگیرند، اما چون که آنها با مالک این دکان‌ها یک شرطنامه 5 سالی داشتند که به آنها اجازت میداده است تا سال 2018 به ممانعت در این بازار تجارت کنند، اما این تصمیم شهرداری یک باره این نقشه های آنها را به هم زد و همکنون آنها نمیدانند با چرا حداقل قرض بانکیشون را پرداخت بکنند. هدف اساسی از بستن دکان‌ها به گفته مقامات چی است؟ به ترتیب درآوردن تجارت در بازار یا چیزی دیگر؟ در مقدمه قرار شهردار دوشنبه در مورد کوچانیدن و یا محدود نمودن تجارت برخی از نمودهای محصولات در بازار شاه منصور گفته می شود که این تصمیم اصلا برای جلوگیری کردن از تنبشوی ماشین ها در کنار راههای بازار شاه منصور گرفته شده است. اما مقامداران دوشنبه میگویند تصمیم آنها به آن معنا نیست که این دکان ها کاملا بسته شوند و یا تخریب شوند. آنها میگویند مقصدشان این است که تجارت رو در این بازار بیشتر به تنظیم درآورند و میگویند بازار شاه منصور از اول بازار بود که در آنجا تنها خوراکواری سودا میشد و تا به آخر باید همین خیل بماند. بنابراین تصمیم شهرداری به آن دکان‌های دخل میگیرد که غذاهای غیر خوراکواری تجارت میکردند به مثل دیگ و طبق و دیگر اسباب‌های ضروری. از این رو این دکان‌ها بسته شدند و شهردار میگوید اگر این تاجران خواهند که مواد خوراکواری تجارت کنند می توانند دوباره در دکان‌هایشان را باز کنند و در این دکان‌ها باز مثلا مواد خوراکواری سودا بکنند. اما باید بگویم که راسته های تاجرانی که در بازار شاه منصور میوه خشک و دانگی تجارت میکردند 80 نفر آنها به بازار نوی پایتخت 90 کوچانیده شدند. همچنین 10 نفر تاجرانی که در بازار شاه منصور عسل میفروختند آنها نیز به بازار پایتخت 90 امروز کوچانیده شدند. همکارم عبدالله اشور از شهر دوشنبه صحبت میکرد.